در تاجیکستان ما بلکه در هر یک گوشه وطن پهناورمان آدمی را یافتن دشوار است که این نام را نداند و صاحب آن را عزیز نشمارد. وی همراه ماست و همیشه با ما خواهد بود. او را در بسیار مملکت‌های عالم میشناسند. میدان و کوچه ها، مکتب و دانشگاه‌های عالی، باغ و خیابان و تئاترها به نام او مانده شدند. نخستین معلم تاجیک و تشبسکار مکتب نو، اولین ژورنالیست مطبوعات سویتی تاجیک، اساسدار ادبیات سویتی تاجیک، یکمین پرزیدنت اکادمی فنهای تاجیکستان. صدرالدین سید مرادزاده که در تمام عالم با نام عینی معروف است، 15 اپریل سال 1878 در قشلاق ساکتری قریب بخارا تولد شده است. بچگی او در همین جا گذشته است. در همین جا عینی خیلی بر وقت تلخی های بی‌عدالتی را چشیده است و قوه سیرانگیز افکار خلق را درک نموده است. وقتی که صدرالدین 6 ساله می شود، پدرش او را به مکتب نزد مسجد قشلاق می سپارد. این لحظه زندگی ادیب در حکایه او مکتب کهنه با حسرت یاد شده است. این مکتب به نظر من با آن کتک خردترک مانند بود که درونش را به 9 قسم جدا کرده بودند که گویا در درون مکتب 9 آخرچه به وجود آمده بود. اما حیات و شرایط مکتب به کوشش و غیرت من راه نداد. محبت را به نظم دلاشوب سعدی، حافظ، نوایی، بیدل در دل جوان صدرالدین پدرش اندوخته بود. در 12 سالگی عینی یتیم ماند. اپیدمی وبا او را از پدر و مادر محروم ساخت. صدرالدین عینی راه بخارا را پیش میگیرد. در این شهر کهن که ظاهری پرجلای قصرهای امیرانه قشاقی مهنتکش عادی را روپوش میکرد و در آن جایی که امیر از رنج ما گنجینه می ساخت به قصر ظلم نو زینه می ساخت، صدرالدین عینی با اولین سبب‌های اجتماعی نابرابری دچار آمد. در مدرسه های کوکلتاش و میر عرب که دبدبه ظاهریشان کمبغلی باطنیشان را پنهان داشته نمی توانست، عینی با میراث کلاسیکی آشنا شد، نظم شرق را آموخت، آثار ابن سینا و احمد دانش را مطالعه کرد. عینی با آدمان معرفتناک بخارا نزدیک می شود، به نوشتن شعر کمر می بندد، در تشکیل مکتب های نوپسند همراهی می کند، اصلاح سیستم تعلیم و معارف را تشویق می نماید. در او آتش مبارزه به مقابل ظلم و تعدی زبانه می زند و مبارزه برای نوی با جزای سخت 75 چوب و زندان آبخانه انجام یابد. جسد نیم مرده و لخته عینی را سلدت‌های انقلابی روس از محبس آبخانه به روشنایی می‌برانند. ولی شب تار اذیت به صبح سعادت نزدیک رسیده بود. انقلاب شهر و دیهات آسیا منو را هم فرا گرفت و همراه خود آزادی، برادری، برابری، باوری با آینده درخشان را به پیغام آورد. صدرالدین عینی اشتراکچی فعال نبردهای انقلابی شد، غایه‌های آن را با تمام هستی استقبال کرد و قوه عقل و استعداد خود را به ترنم آن فدا کرد. ای ستم دیدگان، ای اسیران، وقت آزادی ما رسید، مژدگانی دهید ای رفیقان، در جهان صبح شادی دمید، گفت عینی در شعر مشهور خود مرش حریت که در هوای سرود رولوسیون مرسیدس نوشته است. من انقلاب اکتبر را در 40 سالگی هم پیشواز گرفتم و من شاگرد 40 ساله اکتبر شده به این مکتب در آمدم. این مکتب در عین زمان مرا جوان هم ساخت. سالهای از نوسازی زمین کهنه تاجیکان شروع شدند.
اکتبر کبیر به خلقا آزادی و خوشبختی و ساختمان دنیای نوی را آورد که انسانیت پیش قدم در دوام عصرها آرزو می کرد. در سالهای اول حیات نو عینی اشتراکچی فعال تشکیل مکتب‌های سویتی، مؤلف و محرر کتاب‌های درسی گردید و خرد و کلان را به سواد آموزی دعوت نمود. وی تمام قوه سیرانگیز قلم خود را به توصیف زندگی سوسیالیستی نگرانید. حمایت غلبه‌های اکتبر، افزایش کامیابی‌ها را در شعر و حکایه و آچرک و مقاله‌های خود تلقین کرد. ریولوسیون مدنی را تبریک گفت، عملی گرداندن دعوت‌های لنینی را از وظیفه‌های مقدس قلمداد کرد. سالهای 20 ابتدای تجدد ادبیات هزار ساله تاجیک دوره تولید نثر ریالیستی بود. حق اساسداری آن نصیب عینی گردید. سال 1920 وی پاویست جلادان بخارا و سال 1924 پاویست دوم خود آدینه یا سرگذشت یک تاجیک کمبغل را نوشت. با پاویست آدینه عینی به اثر سگانه اساس داشت که در آنها ابرز کلکتیوانه خلق و جریان تشکل و کمال ریولوسیونی وی جنبست گردیده است. ثانی‌تر کتاب دوم تریلوگیا اولین رمان تاجیک داخونده به وجود آمد. تصویر پانورامی واقعه‌های تاریخی سرنگون ساختن امارت، لحظه‌های جنگ گرجدنی در تاجیکستان، تاریخ تشکل شخص در این رمان برجسته صورت گرفتند. ابرزهای عینی از این رمان قهرمانی حقیقی به صرف داده در خرابه‌های دنیای گذشته جمعیت نو برپا می‌کنند. عینی با یک محبت ابرزهای برادران روسی را آفرید که برای آزاد کردن آسیای میانه جان خود را دریغ نداشتند. سال 1934 در مسکو اولین سیزد امیدواقعی نویسندگان سوئدی گشاده شد. عینی وکیل این مجلس باشکوه گردید. واخوری و ملاقات‌های ایجادی با نویسنده پرولتاری ماکسیم گورکی که در روزهای سیز برپا گردیدند، در حیات و ایجادیات ادبی تاجیک نقشی ابدی گذاشتند. به عوض این شناسایی عینی مکتب نوی مهارت، مکتب گورکی را می‌گذارد. تجربه ریالیسم سوسیالیستی را می‌آموزد. صداقت به حقیقت‌های زندگی عینی را به کشفیات‌های نوی ایجادی می‌آورند. سال 1935 آخرین قسم تریلوگیای آدینه داخونده غلامان، اپوپیای غلامان از چاپ می‌براید. اثر مانومنتالی به خواننده پیشکش می‌شود که در آن در اساس متریال بیشتر از 100 ساله تاریخی و معیشی نقل مبارزه‌ها همبسته آمده است. با رمان غلامان صدرالدین عینی یک سلسله اثرهای درباره گذشته، حاضره و آینده را به آخر می‌رساند. در این باره خود او چنین گفته است: من این رمان را درباره حیات خلقم، درباره حیات نسل‌های گذشته نوشتم، ولی اعتراف می‌نمایم که نقطه نظر من به گذشته کم نگرانده شده بود. فکر من به سوی آینده می‌دوید. این کتاب درباره روزهای گذشته به صفت دعوت به روز آینده نوشته شده است، زیرا تاریخ در همان وقت مضموندار می‌گردد که در دست آدمان اسلحه مبارزه برای آینده می‌شود. درباره گذشته به صفت دعوت به آینده، این یک پرینسیپ ایجادی است که عینی در پاویست مرگ سودخور و در تمام ایجادیاتش ادامه داده است. ابراز سودخور ممسک قاری شکنبه را عینی با یک استادی غلطی به وجود می آورد. قاری ادیب تاجیک
پلوشکین شاه خسیسان گاپسک پدر گاریا بر این آبرس‌های رمزی و کلاسیکی منفیت پرستان و گرسنه چشمان را به خاطر می آورد. با واسطه قاری اشکمبه نویسنده از سلاکت تاریخی ساخت اجتماعی فئودالی فاشافاش سخن می گوید. عاقبت فاجعه قاری اشکمبه افاده مرگ عالم سرمایه‌داران، سرنگون شدن ساخت جمعیتی فئودالی است. سال 1941 در مسکو اولین دهه ادبیات و صنعت تاجیک برپا می شود. ساکنان مسکو وکیلان صنعت و ادبیات تاجیک را گرم و جوشان استقبال می نمایند. در این جشن فرخنده فعالیت نویسنده و ادبیات شناس، معلم و مربی و خادم جمعیتی صدرالدین عینی با مکافات عالی حکومتی اردن لنین سرفراز کرده می شود. تا به خاک سوید این پلیدان شوم دوستان کردند خائنانه هجوم. بهر حفظ وطن خود مسلح عموم، هر کفی خاک ما شد به دشمن زخم. با چنین سطرهای آتشین عینی از روزهای اول جنگ بزرگ وطنی خلق را به مبارزه مقدس به حمایه وطن دعوت می نماید. نطقهای آتشین وی در میتینگ ها، مقاله و آچرکهای پوبلیسیستی، فیلیتون و شعرها در صحیفه های مطبوعات روح وطن پروری جنگاوران را قوت دادند. نفرت را به فاشیسم دوچان کرده باوری به غلبه را افزودند. در سالهای جنگ عینی آچرک تاریخی قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک را می نویسد. تمام آچرک با هیجان وطن دوستی و احساس نفرت به دشمن انشا شده است. این احساس است که غضب ضد فاشیستی را آتش زده است. حیات عینی با حیات خلق سخت پیوسته است. وی همیشه خود را سلطت عبرت آموز پارتیا می دانست که با تجربه و قابلیت خود سخن ریولوسیونی پارتیای کمونیستی دعوت‌های وی را به دل خلق می اندازد. فعالیت ایجادی و جمعیتی و سیاسی عینی ناپیدا کنار و گوناگون ساحه است. عینی انسانی همطرفه کامل، ساغر نازکی های سخن، نظریه و عمل ادبیات و پیش از همه بزرگترین گومانیست، مبارز بخت و سعادت انسانیت است. ایجادیات او فکر مهرپروری وی به تشکل ایدئال های اخلاقی جوانان سویتی تأثیر بزرگ گذاشتند. عالی‌ترین قله ایجادیات بدیعی عینی را اثر آخرین و کلانترین وی یادداشت‌ها تشکیل می‌دهند. این اثر است که چون انسیکلوپدیای حیات بخارا و تمام آسیای میانه آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 شناخته شده است. جهان استثمار در این اثر با قوه بلند بدیعی تنقید و حیات نو ریالیستانه ستایش شده است. عینی همسفر اکثر کارهای ایجادی و هم نفس دائمی زندگی است. فعالیت اتفاق نویسندگان مصاحبه های ایجادی را به عینی تصور کردن دشوار است. چون شخص سیرطلب به کار ایجادی خود، عینی نسبت به دیگران نیز سیرطلب بود. همراه آنها شادی میکرد و یک جایه در سر دشواری ها ملاحظه می‌راند. پرینسیپ ناکی و حق‌گویی بر این خصلت های ایجادی را در طینت شاگردان خود نیز مانده نشده تربیه میکرد.
академияи фанҳои республикаи тоҷикистон ки соли 1951 ташкил ёфт, маркази афкори илмӣ гардид. аввалин президенти он Садриддин Айнӣ интихоб шуд. олими машҳур, доктори илмҳои филология, таърихшинос дар сари гаҳвораи илми республика истод. اهل جمعیت مملکت سال 1954 75 سالگی عینی را جشن گرفت. نویسنده در این مجلس اشتراک کرده نتوانست. وی با واسطه رادیو از بهای بلند به کار ایجادی او به پارتیا و خلق اظهار منتداری کرد. پارتیای کوشروی زمین به حکومت پراقتدار دوستی سویتی به خلق قهرمان و ایجادکار سویتی او بر مهربانی‌های ایدرپی تمامشان داده‌شان تشکر صمیمانه‌ای بی‌اندازه و منتداری بی‌پایان خود را عرض نمایم. اگر با یک سخن معین کردن مندرجه زندگی بزرگ عینی ممکن باشد، آن را حقیقت گفتن ممکن است و این حقیقت یگانه است که نویسنده آن را در قوه دگرگون سازنده کمونیسم دیده است. ایجادهای استاد عینی، افکار و اندیشه رولوسیونی وی، غایه‌های وطنپروری و ایدئال‌های عالی سروده‌های او جاویدند. بزرگی عینی ابدی است. وی در آثار خود، در ایجادکاری‌های نویسندگان و شاگردان، در تحقیقات عالمان، در دل میلیون‌ها خوانندگان این بزرگی را جاوید یادگار مانده است. وی نویسنده و عالمی در حقیقت اینترنشنالی است. اثرهای او به همه زبان‌های خلق‌های اتفاق سیتی و بسیار زبان‌های خارجی ترجمه شدند. شاعر خلقی تاجیکستان اکادمیک میرزا турсунзода чунин мегӯяд: Таджикский народ и все народы Советского Союза с гордостью произносят имя великого таджикского писателя Садриддина Саидмурадовича Айни. خلق تاجیک و تمام خلق اتفاق سیتی نام صدرالدین عینی را با افتخار به زبان میگیرند. عینی یکی از کلاسیکان ادبیات سویتی گردید. نام او به ادبیات جهانی داخل شد، زیرا که صدرالدین عینی در سرچشمه ادبیات سویتی می‌ایستاد. عینی در ادبیات راه نو گشاد و پاویست و رمان‌های اولین تاجیک را به وجود آورد. کتاب‌های درسی نوشت و در ساحه زبانشناسی کار بسیاری کرد. خلاص کلام، صدرالدین عینی را ما با افتخار استاد می‌نامیم. Устод – это не просто учитель. Устод – это большой мастер. Устод – это, я бы сказал, великий учитель.